أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، ثم أما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران و دوستداران آموزش زبان عربی، الحمدلله که ما و شما از کتاب تعلیم زبان عربی 86 درس گرفتیم و بنده حالا باشد میخواهم درس 87 را به سمع شما برادران و خواهران تقدیم و پیشنهاد بگردانم. صاحب کتاب میگوید الدرس السابع و 80، یعنی درس 87. الدرس السابع و 80، درس 87. درس 87 به مثل درس های گذشته کلمه های نو برای حفظ کردن دارد که این کلمه ها باید حفظ کرده شوند با تمام نازکی هایشان. اولین کلمه که میارد کلمه ذو هست. صاحب کتاب میگوید ذو، یعنی بعدش نقطه ماندگی هست. این دلالت میکند که ذو به تنهایی نمی آید، بعدش باید کلمه های باشد، زیرا اینکه کلمه ذو به معنای صاحب است، زیرا اینکه اینجا ذو به معنای صاحب است و مضاف است. بعد از این باید مضافون الیه داشته باشد. از این حساب نقطه گذاشته است. ذو پس این از اسماء خمسه هست، از اسمهای پنجگانه ای که ما و شما خوانده بودیم در علم نحو در کتاب الآجرومیه که اسماء خمسه یکی اشان ذو هست، به شرطی که ذو به معنای صاحب باشد. پس این ذو در اینجا به معنای صاحب است. علامت رفعش به واو هست، در حالت رفع به واو می آید و حالت نصبش به الف هست، به این طریق نوشته می شود ذا، و حالت جرش با یا هست که به این طریق می آید ذی. پس اینها را می گویند اسماء خمسه. اینها را می گویند اسماء خمسه. علامت رفعش با واو هست ذو، در حالت رفع با واو میاد ذو، در حالت نصب با الف میآید ذا، در حالت جر با یا میآید ذی. پس به معنای صاحب هست معنایش. این مفرد است. ذو یعنی صاحب یک کس باشد. ذو این جمع است. ذو این جمع است. ذو هم همچنین بعدش باید مضاف الیهش بیاید، یعنی ذو هم مضاف میآید، بعد از ذو باید مضاف الیه بیاید. ذو یعنی صاحبها، این جمعی همین ذو هست. اما این کلمه ذو در اصل ذو نبود، به این طریق ذو نه، زیرا اینکه ملحق به جمع مذکر سالم است. ما و شما مذکر سالم جمعش میدونیم که در آخرش واو و نون هست در حالت رفع. پس میگیم مسلمون، واو و نون دارد. اینم ببینید ذوون واو و نون دارد، زیرا که ملحق به جمع مذکر سالم است. و در حالت رفع با واو و نون میآید ذوون، در حالت نصب و جر با یا میآید. پس میگیم ذوین. پس در حالت جرش میگویم ذوین. این طریق ذوین. ذوین این جمع است، یعنی در حالت نصب و جر هست. ذوین چطوری که میگه مسلمین با یا در حالت نصب و جر میگفتیم، پس این را هم همچنین ذوین در حالت نصب و جر میگیم. لیکن این نونش حذف میشود، این نون حذف میشود. پس ما چی میگیم؟ ما میگیم که ذو، نون حذف میکنیم. چرا؟ زیرا اینکه بعدش مضاف الیه میآید. نونی مثنا، نون جمع مذکر سالم، بعدش اگر مضاف الیه بیاد اونو ما باید حذفش کنیم. از این حساب ذو بعدش مضاف الیه که میاد نون حذف کرده گه، یا ذوی
بعدش مضاف الیه میاد نون حذف میکند. دقت دادید؟ پس ذو، کلمه ذو ملحق به جمع مذکر سالم است، یعنی حالت رفعش با واو هست ذو، حالت نصب و جرش با یا هست ذوی. دقت دادید؟ بعد از این کلمه اولو را میارد. اولو همچین به معنای صاحب هست، لیکن این جمع است، مفرد ندارد، از لفظ خودش مفرد ندارد. اولو یعنی صاحب ها. پس اولو همچنین در اصل اولو نبود، زیرا که ملحق به جمع مذکر سالم است، در اصل اولو نبود. برای که اولو هم همچنین بعدش باید مضاف الیه بیاید، این نون رو حذف کردن، میگن اولو در حالت رفع، اولی در حالت نصب و جر، اولی در حالت نصب و جر. دقت دادید؟ این اولو هم همچنین یا اولی، این هم ملحق به جمع مذکر سالم هست. هر دین کلمه ها یعنی کلمه ذو و اولو ملحق به جمع مذکر سالم هستند. در حالت رفع ذو با واو می آید، اولو با واو می آید. در حالت نصب و جر ذوی، اولی با یا می آیند. اما در اینجا ذو مفرد چه آورد، ذو جمع چه آورد، اما مثنی‌اش را نیاورد، اما مثنی‌اش را نیاورد. پس مثنی اینها چی است؟ مثنی اینها یعنی ذو یک است، ذو جمع، مثنی دو کس باشد چی میگیم؟ دو کس باشد میگیم ذوا. در حالت رفع این را نوشته بمونیم یا که در اینجا نوشتن ببینید، پس میگیم ذوا، این طریق ذوا به الف در حالت رفع، ذوی در حالت نصب و جر. پس ذوا زیرا که این اصلش ذوی نبود، نون دارد این هم زیرا که مثنی است. مثلا رجلانی، مسلمانی یا مسلمینی، رجلینی نون دارد، اما به سبب اضافه نون این را هم حذف بکنه میگیم ذوا یا ذوی. ذوا به الف در حالت رفع، ذوی در حالت نصب و جر. پس این هست معلومات کامل درباره ذو که از اسماء خمسه هست. مثناش ذوا در حالت رفع، ذوی در حالت نصب و جر، و جمعش ذوو در حالت رفع، ذوی در حالت نصب و جر. اولو هم همچنین بیان کردیم، اولو در حالت رفع، اولی در حالت نصب و جر. این ملحق به جمع مذکر سالم است. اما ذوا، ذوی ملحق به مثنا هست، مثناشون ملحق به مثنا هست. بعد از این میگوید ذاتو. ذاتو همچنین بعدش مضاف الیه میاد، برای خودی تنوینش نداده است. ذاتو، این ذاتو اعرابش اعرابی ظاهری است، ذاتو، ذاتا، ذاتی. اینجا دیگه اشکال اعرابی نداریم. ذاتو همچنین به معنای صاحب، ذو صاحب مذکر، ذاتو صاحب اینش مؤنث، مؤنث باشه پس میگیم ذاتو. جمعش میشود ذواتو، ذواتو. این ذواتو و همچنین کلمه اولاتو به معنی صاحبها اما زنها باشد. اگر هر این کلمه ملحق به جمع مؤنث سالم هستند، یعنی میگیم ذواتو، اولاتو در حالت رفع، ذواتی، اولاتی در حالت نصب و جر. چطور ما شما میدونیم که جمع مؤنث سالم آخرش فتحه را قبول نمی کند، همچون جاینشین فتحه کسره میتیم، ذواتی، اولاتی، پس در حالت نصب و جر هست. دقت دادید؟ پس این جمع است، جمع ذاتو، ذواتو، اولاتو. اما مثناهاش نیاورده است. مثناش چی است؟ مثنایش اینجا نوشته میمونه، ببینید ذواتا، این طور است، ذواتا. ذواتا در حالت رفع، ذواتی در حالت نصب و جر. مثنای ذاتو است. ذواتا یعنی دو زن، صاحبش دو زن هست، ذواتا در حالت رفع. ذواتی به این طریق، ذواتی در حالت نصب و جر، زیرا که ذواتا، ذواتی این ملحق به مثنا هست، از این حساب به این طریق اعراب می شود. این هم نونش حذف شده، اصل ذواتانی، ذواتینی بود، چطوری که رجلانی، رجلینی می گفتیم، نونش به سبب اضافه حذف شدگی است. پس این معلومات کامل
درباره ذو که به معنای صاحب است، مفرد و مثنی جمع مذکر و مفرد و مثنی جمع مؤنث هم براتون یادرس کردیم. این معلوماتی درباره ذو. بعد از این میگوید ذو مالین. ذو مالین یعنی دارای مال یا صاحب مال. ذو به معنای صاحب بشود. ذو مالین یعنی صاحب مال. ببین ذو مضاف، مالین مضاف الیه. ذو از اسماء خمسه است. در حالت رفع باشد به واو ذو مالین، در حالت نصب باشد ذا مالین به الف، در حالت جر باشد ذی مالین، همش ترجمهش صاحب مال یا دارای مال. بعد از این میگوید عبارتون عن. عبارتون عن عباره از یا تشکیل شده از، ساخته شده از. عباره از. سخن دوام دارد، نقطه ماندگی است، بعد در حوار یا در گفتگو بیاید، پس معناش کامل فهمیده می شود. اما در اینجا عبارتون عن یعنی عباره از، تشکیل شده از، ساخته شده از، همین طور ترجمهش کنیم می شود. بعد از این میگوید مبنن. مبنن یعنی بنا. مبنن اسم زمان و مکان از بنا یبنی گرفته شدگی است. مبنن یعنی بنا، یعنی ساختمان، بنا، بنای ساختمان. جمعش می شود مبانین. مبانین، مبانین یعنی بناها. مبانین، بناها. این تنوینی که در اینجا میبینید، این تنوین تنوینی عوض عن الحرف العلت است، یعنی که مبانیو بود اصل. یا داشت اون یا را حذف کرده، مبانیو صیغه منتهی الجموع است، آخرش تنوین قبول نمی کند. پس اون یا را حذف کردیم، با جای اون یا تنوین آوردیم، شد مبانین. این تنوین عوض عن الحرف است، عوض عن الحرف علت است. اون یا را حذف کردیم، در جاش تنوین آوردیم. مبانین یعنی بناها، ساختمانها. بعد از این میگوید طابقون. طابقون یعنی آشخانه، معذرت میشم آشیانه. طابق آشیانه، یا میگیم دور، اتاژ، مثلا دور یک، دور دو، دور سه، یعنی یکم اتاژ، دوم اتاژ، سوم اتاژ. پس میگم طابقون یعنی آشیانه. جمعش طوابق یعنی آشیانه ها، دورها. طوابق آشیانه ها و دورها یا اتاژ ها. بعد از این میگوید ستارتون. ستارتون یعنی پرده. ستاره پرده. جمعش می شود ستائرو. ستاره ها یعنی پرده ها. ستائرو یعنی پرده ها، پرده در و تریزه و همین را ستارتون جمعش ستائرو می شود. بعد از این میگوید حریرون. حریرون یعنی لباس حریر، یا بگیم ابریشم. حریرون ابریشم یا لباس حریر. بعد از این میگوید سخیره. سخیره یعنی مسخره کرد. همچنین سخره هم میآید. سخیره مسخره کرد. اگر سخره باشد به معنای خار و زبونش کرد. این مسخره کردن هم خار و زبون کردن است. یعنی انسان مسخره میکنه، یعنی گپای قبیح و خار و زبونش میکنه، هر چیزش میگوی. سخیره مسخره کرد. همچنین سخره هم به معنای خار و ذلیل کرد، اگر که از باب فتح یفتحو باشد، سخره یسخرو باشد. اما سخیره یسخرو از باب علم یعلمو باشد، به معنای مسخره کردش، مزاح کرده. فعل مضارعش می شود یسخرو یعنی مسخره میکند. یسخرو مسخره میکند یا خار و زبونش میکند، زیرا که فعل مضارع هرش یک چیز است. ببین فتح یفتحو، سخره یسخرو، یا علم یعلمو، سخیره یسخرو. یسخرو می شود فعل ماضیش سخیره باشد، می شود فعل ماضیش سخره باشد، یعنی از باب سوم باشد یا از باب چهارم فعل مضارعش یک نمود می آید، یعنی با فتح عین می آید. بعد از این میگه سخرون. سخرون یعنی که مسخره کردن. سخرون مسخره کردن. پس سخیره یسخرو از 22 باب صرفی از باب چهارم است، از باب علم یعلمو است، از باب ثلاثی مجرد به معنای مسخره کردن. اگر بگم سخره یسخرو از 22 باب از باب سیوم است، از باب فتح یفتحو. و شرطش این است که عین باب یا لام باب حرف حلق باشد. عین باب واقعا حرف حلق است، چطوری که میبینید حرف خا. خا از حرفای حلق است، پس موافقت میکند که از باب سیوم هم باشد. بعد از این میگوید ایوهم، کدام یکی از ویها یا کدامی ویها. ایو این را گفته بودیم که
ادات استفهام است، اسم است. اسم ادات استفهام است. ایهم یعنی کدام ویها، ایهم مضاف هم مضاف الیه. عیالون یعنی خانواده، عیالون خانواده، این جمع است. عیالون خانواده این جمع است. مفردش عیلون می شود. عیلون یعنی که از خانواده یک هست یا یک خانواده. عیلون یک خانواده. جمعش می شود عیالون یعنی خانواده ها. عیالون خانواده ها وقتی بسیاری باشند. عیالون خانواده. بعد از این میگوید محترمون. محترمون یعنی با احترام، انسان احترام دار، محترم با احترام. جمعش می شود محترمون، جمع مذکر سالم با واو و نون. محترمون یعنی با احترام ها، انسان های محترم. ما شما میگه محترم است فلانی، پس محترمون محترم، محترمون محترم ها. بعد از این میگوید لا الا، نه مگر اینکه، یعنی نقطه را مونده است که در بین اینا کلمه میآید، اما لا همون لای نافیه است. لا الا ادات استثناء هست. الا ادات استثناء هست. لا الا پس ترجمهش کنه میگیم نه مگر اینکه، نه مگر اینکه. بعد از این میگوید انفقه. انفقه یعنی که نفقه داد، صدقه داد. انفقه، این انفقه فعل ماضی است. از 22 باب صرفی از باب هفتم است. انفق ینفق انفاق و مثل اکرم یکرم اکرام از باب هفتم است. انفق نفقه داد، صدقه داد. ینفق نفقه میدهد، صدقه میدهد. انفاق نفقه دادن، صدقه دادن یا تامین کردنی خورد و خوراک. انفقه تامینی خورد و خوراک کرد. از باب هفتم است، از باب ثلاثی مزید. بعد از این میگه ازدهارون. ازدهارون از 22 این مصدر هست. ازدهارون یعنی این مصدر هست. از 22 باب صرفی از باب 11 است. از باب اجتمع یجتمع اجتماعون هست. پس این ازدهار اصل کلمهش ازدهر یزدهر ازدهارون هست. ازدهر یزدهر ازدهارون. ازدهر یعنی که ترقیات پیدا کرد یا ترقیات پیدا کرد فعل ماضی، یا پیشرفت کرد یا درخشید. درخشید. یزدهر می درخشد، ترقیات پیدا میکند، پیشرفت میکند. ازدهارون درخشیدن، ترقیات پیدا کردن یا به معنای پیشرفت کردن. کلمه ازدهار ما گفتیم از باب اجتماع یجتمع اجتماع هست. از اون باب که باشد پس اون باب اجتماع ت دارد، اینجا ت نیست، ازدهار از اینجا. پس این کلمه، این دال که میبینید، این دال در اصل ت هست. ت هست، قلب دال شدگی است. در سال گذشته یادتون باشه ما گفتیم که تای افتعال یا باب افتعال چند مشکلات دارد. همون تاش قلب حرف دیگر می شود، یا فای کلمه قلب حرف دیگر می شود، یعنی که بعض نازکی ها دارد. پس در اینجا این قاعده این چی است؟ قاعده این در ذهنتون بگیرید. هر کلمه کی، هر فعل کی فای کلمه حرف زال باشد یا حرف دال باشد یا حرف ز باشد، چطور که اینجا ز است، ازدهار از زهره گرفتگی است. دقت دادید؟ ان همین سه حرف باشد، زال، دال، ذا یا ز، حرف ز. ان همین سه حرف باشد تای افتعال قلب دال می شود. اینجا اصل ازتهارون هست. ببینید ازتهار بر وزنی افتعال. در جای دیگه اشکال نداره، زیرا که ت برگشت افتعال. اما ما نگاه میکنیم که فای کلمه حرف ز هست. وقتی که فای کلمه حرف ز هست پس ما این ت را قلب دال میکنیم، میشود ازدهارون. این دال در اصل تا هست، چطوره که در اصطلاح هم گفته یا استدامه در گفته بودیم. اگر فای کلمه حروف اطباق باشد، صاد و ضاد و تا و ضا، تای افتعال قلب اطقه میشد، با تا میشد، تا قلب تا میشد.
اما در اینجا اگر فای کلمه سه حرف باشد، ز باشد یا زال باشد یا را یا دال باشد، قلب دال می شود زای کلیم تای افتعال. چطوری که شما دیده ایستادید، چطوری که دیده ایستادید قلب دال شده ایستاده است. مثلا ذکر، ذکر یذکرو، ذکر به یاد آورد، یذکرو به یاد میاد، حرف کلمه ذال است. باب افتعال برش، باب افتعالش برش میگوی که اذ دکره، نمیگه اذ تکره، اذ دکره. دقت دادید؟ اذ دکره تا افتعال را دال میکنیم، چطوری که در اینجا دیدید. یا دهر یدهرو، فای کلمه حرف دال است، باب افتعال برش میگه که اید دهره، نمیگه اید تهره، اید تهره نمیگیم، میگیم اید دهره. تا افتعال را دال میکنیم، دال اول را در دال دوم ادغام میکنیم، میشه اید دهره. دقت دادید؟ این نازکی های باب افتعال هست. با بعضی نازکی های دیگری که دارد جاش که آمد انشاءالله بیان خواهیم کرد. بعد از این میگه ازدهار العلمی، یک چیز دیگر ناگفته نماند. در چطوری که در استدامه ما گفته بودیم، دیگه تمام صیغه هاش با دال میشه و دیگه تا را دیگر فراموش کنید در این کلمه. مثلا ازدهر، یزدهر، ازدهار، مزدهر، مزدهر، هر چیزی را که بیاری، اسم فاعل، اسم مفعول، فعل ماضی، فعل مضارع، هر چیز صیغه را که میاری دیگر با دال میاری. اما یک کس بگه که ازدهار بر وزن چی است، ترازوش بیار، میگیم بر وزن افتعال هست. بگه ت نیست در اینجا، میگه این دال در اصل ت است، این بس علت صرفی قطعی دال شدگی است. نمیگیم افتعال، نمیگیم، میگیم افتعال. دقت دادید؟ این نازکی را فراموش نکنید. بعد از این میگه ازدهار العلمی، ازدهار العلمی یعنی ترقیات علم، پیشروی علم، درخشیدن علم، مضاف مضافون الیه. بعد از این میگوید این مضاف مضاف الیه که در اینجا هست، این مضاف مضاف الیه معنویش میگویند یا لفظیش میگویند. مضاف مضاف الیه لفظی است. وقتی مضاف مضاف الیه لفظی باشد، اون درس گذشته گفته بودیم که بین مضاف مضاف الیه سه چیز میاد، یا فی حرف جر، یا مین حرف جر، یا لامی حرف جر. اما در اینجا یگان تا اینها نمیآید، زیرا که میگن با معمولش مضاف شدگی است، عامل با معمولش مضاف شدگی است. اصل کلمه این طور است، ازدهر العلم، ازدهر العلم یعنی که ترقیات پیدا کرد علم. وقتی ازدهر فعل بود مصدرش کردیم، ازدهار علم فاعلش بود مضاف الیهش کردیم، شد ازدهار العلمی. دقت دادید؟ در اینجا اون سه حرف جر آورده مونده نمیتونیم، نه فیره، نه مینه، نه لامره. این را فراموش نکنید، زیرا که این عامل با معمولش مضاف شدگی است. بعد از این میگوید سلاحون، سلاحون یعنی سلاح، سلاحون سلاح یعنی اروژیه میگیم، یا سلاح همون چیزهای جنگی. جمعش اسلحتون، اسلحتون یعنی سلاح ها، اروژیه ها، اسلحتون سلاح ها و اروژیه ها. بعدش میگه حاربه، حاربه یعنی جنگید، حاربه به معنای جنگیدن. اینا گفته بودیم که حاربه این بین دو کس یا بین یک کس است، زیرا که از بابی نهم است، از باب قاتل یقاتل مقاتلتن هست. ما گفته بودیم باب قاتل یقاتل مقاتلتن این اشتراک بین دو کس است یا بین یک کس، یک کس هم می شود و بین غالبا بین دو کس. حاربه یعنی جنگیدن دو کس، یعنی جنگ بین دو کس می شود نه بین یک کس، یعنی خودش انسان خودش به خودش جنگ کردن نمیتواند. یا حاربه از دو طرف می شود، این طرف هم می جنگد اون طرف هم می جنگد، پس اینا میگن حاربه. اینا میگن با مشارکه، مشارکه است بین اثنینی، مشارکه بین دو کس. پس حاربه گنگید، این گفتم از باب نهم است. حاربه یحارب محاربتن و مثل قاتل یقاتل مقاتلتن، این از باب نهم است، از باب ثلاثی مزید هست. بعد از این میگوید عبده، عبده یعنی عبادت کرد، عبده عبادت کرد. فعل مضارعش یعبدو عبادت میکند
مصدرش عبادتون، عبادت کردن. عبادتون یعنی عبادت کردن. پس عبد یعبدو از 22 باب صرفی از باب یکم هست، از باب نصر ینصرو هست. عبد به مثل نصر، یعبدو به مثل ینصرو، از باب نصر ینصرو از باب یکم ثلاثی مجرد هست. بعد از این میگوید نظامون. نظام یعنی با نظام، با ترتیب. نظام یعنی نظام و ترتیب. بعدش میگوید بنظامین یعنی با نظام، با ترتیب. خطبتون، خطبتون خطبه، خطبتون خطبه. خطبون، خطبون یعنی خطبه ها جمعش، خطبون خطبه ها. موعظتون، موعظتون موعظه، موعظتون موعظه یعنی نصیحت، پند و نصیحت، امر معروف. مواعظ موعظه ها، وعظ ها، سخنرانی ها. بعدش میگوید تلقا، تلقا یعنی که تعلیم داد. میشه بگم تلقا به معنای تقدیم کرد. تلقا به معنای تقدیم کردنم می آید. تلقا یا تلقا، تلقن یا تلقین. این از 22 باب صرفی از باب 13 است. تکلم یتکلم تکلما، تلقا یتلقا تلقین یا تلقن. این از باب 13 است، اما این ناقصی یایی است. تلقا تقدیم کرد یا تعلیم داد یا پیشکش کرد. بعد از این میگوید بنا، بنا یعنی بنا کرد. فعل مضارع می شود یبنی یعنی بنا میکند یا میسازد، ساختمان میکند. بنا اون بنا کردن، ساختن، ساختمان کردن. پس بنا یبنی از 22 باب صرفی از باب ضرب یضربو است، اما این ناقص است، به مثل رما یرمی است. این ناقص است به مثل رما یرمی. بنا بنا کرد، یبنی بنا میکند از باب دوم ثلاثی مجرد است، از باب ضرب یضربو. بعد از این میگوید شتا، شتا یعنی گوناگون. شتا به معنای گوناگون یا مختلف، هرخیله. شتا بر وزن فعلا هست، شتا بر وزن فعلا هست ترازویش. بعدش میگوید بعد ان، بعد این کی، بعد ان یعنی بعد این کی. استقر، استقر یعنی قرار گرفت، استقر قرار گرفت. یستقر قرار میگیرد، استقرار قرار گرفتن. پس استقر از 22 باب صرفی از باب 15 است، از باب استخرج یستخرج استخراجون، اما این مضاعف است. از باب 15 است لیکن مضاعف. استقر یستقر استقرارون، استقر قرار گرفت، یستقر قرار میگیرد، استقرار قرار گرفتن. بعدش میگوید سعی الی، سعی الی یعنی با شتاب رفت، سعی الی با شتاب رفت. همچنین سعی به معنای تصمیم گرفتن می شود، سعی به معنای تصمیم گرفتن می آید و سعی به معنای با شتاب رفتن می آید یا دوان دوان رفتن می آید. چطوره که الله هم در قرآن در سوره یاسین میگوید که و جاء من اقصى المدینه رجل یسعی، این همین سعی را فعل مضارعش میارد، یسعی. ببین یسعی فعل مضارعش، سعی یسعی. الله میگوید و جاء رجل و جاء من اقصى المدینه رجل یسعی، یعنی آمد از دورترین جایگاه شهر مرد. چکار میکرد؟ یسعی، دوان دوان می آمد یا با شتاب می آمد. پس سعی به معنای دوان دوان آمدن، با شتاب آمدن، با شتاب آمد، دوان دوان آمد. یسعی با شتاب می آید، دوان دوان می آید. مصدرش می شود سعیون، یعنی با شتاب آمدن یا دوان دوان آمدن. بعدش می گوید صمتون، صمتون یعنی که سکوت کردن، ساکت ماندن، خاموش ایستادن. صمت این مصدر هست، برام خاطر سکوت کردن مصدر ترجمهش میکنیم.
و فعل ماضیش صمت یصمتو است. از 22 باب صرفی از باب یکم است، از باب نصر ینصرو است. صمت یصمتو صمتون، صمت سکوت کرد، خاموش ایستاد. یصمتو سکوت میکند، خاموش میایستد. صمتون سکوت کردن، خاموش ایستادن. بعدش میگوید بصمتین، یعنی با خاموشی. بصمتین با خاموشی. بطنون، بطنون یعنی شکم، بطن شکم رو میگوین. جمعش بطونون، شکم ها. بطونون یعنی شکم ها. بعدش میگوید ارضع، ارضع یعنی که شیر داد. ارضع شیر داد، زن فرزندش را، کودک میده را شیر داد. ارضع شیر دادن، شیر مکاندن. ارضع از 22 باب صرفی از باب هفتم است. ارضع یرضع ارضاع. ارضع شیر مکانید یا شیر داد. یرضع شیر میدهد، مادر فرزندش شیر میدهد. ارضاعا مادر فرزند رو شیر دادن. ارضاعا شیر دادن از باب هفتم هست، ثلاثی مزید است. بعد از این میگوید هیئ، هیئ یعنی که آماده کرد، تیار کرد. هیئ آماده کرد و تیار کرد. فعل مضارعش میشود یهیئ، یهیئ یعنی تیار میکند، آماده میکند. مصدرش در قیاس میشود تهیئا. مصدرش در قیاس این طریق است، تهیئا. دقت دادید؟ تهیئا، تهیئا. مصدر قیاسی هیئ به این طریق است، تهیئا. این قیاسی است. اما مصدر هیئ تهیئتون می آید. تهیئتون یه یاقتی. ببینید چیکار میکنن اکنون. این یایی که میبینید این یای دویم رو حذف میکنن. این یای دویم رو چیکار میکنن؟ از بین میبرندش. این طریق میشود تهیئا. بعدی بجای اون یایی را که حذف کرده بودن تا عوضش میارد، پس میشود تهیئتن. به این طریق تهیئتن. دقت دادید؟ تهیئتن. پس این مصدرش است. تهیئتون مصدر هیئه هست. این طریق میآید مصدرش. اون یا را حذف میکنیم، در جای اون یا این تا را میاریم. این تا بدل از همون یا دویمی که حذف کردیم از همون است. پس هیئ آماده کرد، تیار کرد. یهیئ آماده میکند، تیار میکند. تهیئتون آماده کردن، تیار کردن. بعد از این میگوید این هیئ یهیئ از 22 باب صرفی از باب هفتم است، از باب هشتم است. از باب فرح هیئ یهیئ یفرح از باب هشتم هست. بعد از این میگوید قبل، قبل یعنی بوسه کرد. قبل بوسه کرد. فعل مضارع میشود یقبلو بوسه میکند. مصدرش میشود تقبیلا یعنی بوسه کردن. تقبیلا بوسه کردن. پس قبل یقبل تقبیلا همچنین به مثل هیئ از باب هشتم است، از باب فرح یفرح تفریحا می باشد. بعد از این میگوید وجودون، وجود یعنی بودن. وجود بودن، بودن یک چیز، یعنی فلان چیز وجود دارد یعنی هست. وجودون یعنی بودن. بعد از این میگوید عظیمون، عظیمون یعنی بزرگ. عظیمون بزرگ. ما اعظمه، این صیغه تعجب میگن. ما اعظمه چقدر بزرگ است وی، چقدر بزرگ است. ما اعظمه ترجمه است چقدر بزرگ است. ما مای تعجبیه یا ما اعظمه صیغه تعجب هست. صیغه تعجب هست. بعدش میگه جمیلون، جمیلون زیبا. با صیغه تعجب میگوید زیبا را. میگه ما اجمله، ما اجمله یعنی چقدر زیباست، چقدر زیباست وی، یا چقدر زیبا کرده است وی را، چقدر زیبا کرده است وی را. پس این کلمه ما اعظمه بر وزن ما افعله است.
ما اجمله همچنین بر وزن ما افعله است. صیغه تعجب وزن ما افعله وزن صیغه قیاسی است. صیغه قیاسی است که ما خودمون میسازیم. با صیغه سماعی هستند که او عرب همچون صیغه تعجب استفاده اش میبرند. مثلا سبحان الله، کلمه سبحان الله را از عرب میشنوی برای تعجب استفاده اش میبرد. یعنی کار تعجب که میگه سبحان الله یا میگه الله اکبر، ای تعجب این سخن رو میگوید. اونها سماعی هستند اونها. اما صیغه هایی که قیاسی هستند که ما خودمون میسازیم از فعل های یا از ریشه کلمه هایی که شرط ها دارد. شرط چون همین است که تفاوت قبول بکنند، تفاوت قبول بکنند. مثلا ببین عظیمون، عظیم بزرگ، آیا بزرگا همشون یک نموده هستند؟ نه، بزرگ تفاوته. یا آدم بزرگ، یا آدم بزرگتر است، یا آدم از اون بزرگ است، یعنی گوناگون هست بزرگیت. پس می شود عظیم را صیغه تعجب کنیم که ما اعظمه، زیرا اینکه تفاوت قبول میکند. جمیل زیبا، جمیلون تفاوت قبول میکند، جمیلون همچنین تفاوت قبول میکند. یعنی آدم میشود که زیبا باشد، یا آدم دیگه از اون زیباتر، یک از دیگه با از این زیباتر، پس تفاوت قبول میکند. پس میگه ما اجمله، ما اجمله. اما ببینید موت، مرگ، مردن آیا تفاوت قبول میکند؟ نه، موت قبول نمیکند. پس موت را ما نمیتونیم در صیغه تعجب بیاریم. چرا؟ زیرا که تفاوت قبول نمیکند. پس این معلومات کوتاه درباره اسلوب تعجب. این یکم وزنش بود که ما افعله. دوم وزن صیغه تعجب داریم، اونم قیاسی هست، افعل بهی است. افعل بهی انشاءالله جاش که آمد دیدیم اون رو هم به سمتون میرسونیم. وزن افعل بهی یعنی دو وزنی قیاسی داریم برای صیغه تعجب، ما افعله، افعل بهی، همین دو تا است قیاسی و خلاص. دیگه باقی مونده صیغه تعجب هم باشد سماعی هستن، از عرب شنیدگی باشن، پس استفاده اش میبرن. بعد از این میگوید امره. اما در باره صیغه تعجب اعرابش چی میشود؟ اعرابش گوناگون است. بعضی میگن ما مبتدا است و اجمله خبر ما میشود. بعضی میگن ما مبهمه هست، اجمله صفتش میشود، خبرش محذوف است. بعضی میگن ما موصوله است، اجمله سیله ما است و این ما موصوله مبتدا است، خبرش محذوف است. یعنی درباره اعرابی مؤجمله یا درباره اعرابی صیغه تعجب در بر وزن مؤفعله باشد قول زیاد هستند. اما افعل بهی در قول زیاد نیست. افعل فعل ماضی بر شکل فعل امر است، بهی با حرف جر زائد است، بعدش هر اسمی که میآید اون فاعل افعل هست. فاعل همون فعل ماضی که با صیغه به شکل فعل امر اومده است. اون افعل بهی را اعرابش آسان تر هست. اما ما اجمله را علما درباره‌شان اختلافات دارن که ما را چی بگیم؟ ما تامه بگیم اگر مبتدا است، اجمله این خبرش میشد. ما مبهمه بگیریم اگر اجمله صفتش میشود، پس خبر در کجا است؟ خبرش محذوف است. یا ما را ما موصوله بگیریم، اجمله صله اش میشود، مبتدا خبرش در کجا است؟ خبرش همچنین محذوف است. بعد از این میگوید امره. امره یعنی امر کرد. فعل مضارعش میشود یأمرو، یعنی امر میکند. مصدرش امرون، امر کردن. امر یعنی فرمان داد، امر کرد. امر یأمرو از 22 باب صرفی از باب نصر ینصرو هست. از باب نصر ینصرو، از یکم باب ثلاثی مجرد است. اما این محموز است، محموز الفا، یعنی فای کلمه حرفی همزه هست. امر یأمرو. بعد از این میگوید کما امر الله، یعنی چطوری که الله امر کرده است. کما چطوری که الله امر کرده است. کما امر الله چطوری که الله امر کرده است. حفظک الله، این جمله دعایی است، یعنی الله حفظ کند تو را. حفظک الله، الله حفظ کند تو را. بعدش میگوید حیون. حیون یعنی دیه، حیون دیه، محله. جمعش احیاء، دیه ها، محله ها. احیاء دیه ها، محله ها. بعدش میگوید صباح مساء. صباح مساء یعنی سحر و بیگه.
صباح مساء سحر و بیگه. اما درباره اعراب صباح مساء گپ ها زیاد است، چون که اصلا معنای صباح مساء را بگیرن میگن که یفید الدیمومه والملازمه، یعنی که صباح مساء معناش یعنی دائمی و همیشگی. نمیگیم سحر و بیگه، هم میگیم دائمی و همیشگی. صباح مساء دائمی و همیشگی. اما اعرابش چی است؟ در باره اعرابش عالما میگن که ظرفون، صباح مساء ظرف است. مرکبون، مرکب است، یعنی که صباح یک کلمه است، مساء یک کلمه است، هر دی را جمع کردن، از این تو مرکب است، از دو کلمه ساخته شده است، از دو کلمه. مبنیون علی فتح الجزئین است، هر دی جزءش مبنی علی الفتح است. صباح مبنی علی الفتح، مساء مبنی علی الفتح، فی محل نصب است، لیکن زیرا که ظرف است در محل نصب. پس میگم صباح مساء ظرف مرکب مبنی علی فتح الجزئین فی محل نصب. به مثل چی است؟ به مثل 11 هست، به مثل 13 تا 19 هست. در اعراب اونم همین طور میگیم. مثلا میگیم که رأیت جاء 15 طالبا. ببینید جاء 15 طالبا، جاء فعل ماضی، 15 پس میگیم 15 فاعل مرفوع مبنی على الفتح الجزئین، یعنی 15 مبنی على الفتح است، 10 مبنی على الفتح است. دقت دادید؟ مبنی على الفتح الجزئین فی محل رفع فاعل هست. طالبا این تمیزش است. اکنون انا همین صباح مساء هم به مثل 11 13 تا 19 را چطوری که میگیم مبنی علی الفتح الجزئین، در صباح مساء هم همین طور میگیم مبنی علی الفتح الجزئین. ظرف مرکب مبنی علی الفتح الجزئین فی محل نصب ظرفش میگوییم. این اعرابش است. این اعراب رو در ذهنتان داشته باشید. بعد از این میگوید خیرون، بعد از این میگوید خیرون. خیرون یعنی خیر، نیکویی. ما دستور گذاشته این را از قولهای سیوطی و از قول حملاوی براتون آوردیم که این خیرون در اصل اخیرو بود، حمزه را حذف کرد. سیوطی گفت که برای کثرت استعمال، حملاوی گفت که شذوذن حمزه را حذف کردگی هستند. و قبل ابن سراج هم آوردیم که اخیرو غیر منصرف بود، وقتی تغییری صیغه کرد از حمزهش حذف شد، پس در این صورت منصرف شد که آخرش تنوینه قبول میکند. ابن سراج این قول را گفتگی بود. این را در ذهنتون بیاره. این طور کلمه گفتیم فقط 3 تا کلمه است: خیرون، شرون، حبون، که در اصل اخیرو، اشرو، احبو بود. خب این هست کلمه های نوی درس 87. با همین کلمه های نوی درس 87 به پایان رسید. پس میگذاریم به حوار و گفتگوی درس 85. صاحب کتاب میگوید که المکتبه عبارتون عن مبنى ذی طابقین فی کل طابق غرف ذات نوافذ واسعة وعلى النوافذ ستائر من الحرير. یعنی که کتابخانه، المکتبه تو کتابخانه، عبارتون عبارت است، تشکیل شدگی است، ساخته شدگی است، عن مبنى از مبنا، از یک بینای، از یک بگیم ساختمان، ذی طابقین، یعنی که دارای 2 آشیانه هست، دارای 2 ایتاژ است، دارای 2 قبت است. فی کل طابقین، در هر یک قبت، در هر یک ایتاژ و در هر یک آشیانه، غرفون اتاقها است، کامنتها است، خانه ها است. ذات نوافذ واسعتین، دارای تریزه های پهن است، دارای تریزه های پهن است. و علی النوافذ، و بر بالای تریزه ها ستائرو، یعنی پرده ها است، من الحریری، از ابریشم. همون ستائر از ابریشم است، از حریر است. المکتبه مبتدا عبارتون خبر عن مبنى ذی طابقین. مبنن اسم مجرور است، ذی صفت مبنن هست، ذی
ببین مبنا در حالت جر است، ذی مجرور است، علامت جرش یا هست، زیرا که از اسماء خمسه است. ذی به معنای صاحب گفتیم، ذو، ذا، ذی گفتیم، اینجا در صفت است برای مبنا، برای مخاطب در حالت جر آمدگی است. طابقینی مضاف الیه است، ذی مضاف، طابقینی مضاف الیه. فی کل طابق غرف ذاتو، این ذاتو صفت است برای غرف. غرف جمع غیر عاقل است، با مفرد مؤنث صفتش میکنیم که ذاتو. ذاتو مضاف، نوافذ مضاف الیه، صیغه منتهی الجموع است، غیر منصرف است، کسره را قبول نمیکند، پس فتحش میتیم، میگیم که ذاتو مضاف، نوافذ مضاف الیه، مجرور و علامت جره الفتحه نیابتا عن الکسرة لانه غیر منصرف، لانه اسم غیر منصرف، زیرا که اسم غیر منصرف است کسره را قبول نمیکند. اما واسعتین اعرابش صفت نوافذ است، صفت نوافذ است، زیرا که نوافذ مضاف الیه هست، پس مجرور باید باشد که کسره را قبول نمیکند. پس واسعتین ببینید آخرش مجرور شد، زیرا که نوافذ در محلی یا مکانش مکان جر است. واسعتین، نوافذ هم چون جمع غیر عاقل است، واسعتین مفرد مؤنث قطعی نوافذ را صفت میکنیم در حالت جر واسعتین. و علی النوافذی، اینجا نوافذی غیر منصرف است، اما الف لام که دارد از این حساب تنوین قبول کرد. ما گفتیم که اسم های غیر منصرف، تنوین گفتم کسره را، ما گفتیم که اسم های غیر منصرف کسره را قبول میکند به دو شرط یا در دو صورت. اگر که الف لام داشته باشد، چه داریم که ان نوافذی الف لام دارد کسره را قبول کرد، یا مضاف بیاید، مضاف شود، مضاف الیه نه، مضاف شود، کسره را همچنین قبول میکند. میگوید ستائر من حریرین و علی النوافذ ستائر من حریرین. این ستائر میشه مبتدای مؤخر بگیم، علی النوافذ مبتدای، این خبر مقدم، ستائر مبتدای مؤخر، من الحریری این صفت میشود برای ستائر، زیرا که من الحریر جار و مجرور متعلق به کائنتون، صفت برای ستائرو، ستائرو نکره که است، این جمله صفت شد بعدش. المکتبة عبارة عن مبنى ذی طابقین فی کل طابق غرف ذات نوافذ واسعة و علی النوافذ ستائر من الحریری. یعنی که کتابخانه عبارت از بنای دو آشیانه است، در هر یک آشیانه اتاقها، خانه های دارای تریزه های کلان هست و بر بالای تریزه ها پرده های از حریر است. بعد از این میگوید انت رجل ذو مال و هذا الذي تسخر منه رجل ذو علم فأيكما خیر. یعنی که تو مردی ذو مالین صاحب مال هستی، و هذا الذي تسخر منه و اینه کی، و هذا الذي و اینه کی تسخر منه مسخره میکنی وی را، من را ترجمه نمیکنیم، من برای تعدیه است، تسخر منه مسخره میکنی وی را، رجلون اون مرد است که ذو علم دارای علم است، فایکما خیرون پس کدام شما بهتر استید، یعنی علمدار بهتر است یا مالدار، فایکما خیرون پس کدام شما بهتر استید، خیرون بهتر استید، اسم تفضیل گفتیم که همزهش حذف شدگی است قیاسا یا شذوذا. میگه انت رجل ذو مالین، انت مبتدا، رجلون خبر، ذو مالین این ذو صفت برای رجل است، رجل مرفوع است، ذو ببین مرفوع علامت رفعی الواو لانه من الاسماء الخمسه، ذو مضاف، مالین مضاف الیه، و هذا الذی و واوی استنافیه، هذا مبتدا، الذی بدل از هذا، تسخر منه جمله فعلی سیله الذی، رجل خبری هذا خبری مبتدا، ذو علمین صفت برای رجل، فایکما خیرون، فایو مبتدا مضاف، کما مضاف الیه، خیرون همچنین خبر. انت رجل ذو مال و هذا الذی تسخر منه رجل ذو علم فایکما خیرون، تو مردی مالدار هستی و اینه کی مسخره میکنی وی را مردی علمدار هست، پس کدامی شما بهتر استید؟ میگوید انا ذو عیال کثیر، یعنی من دارای خانواده بسیار هستم،
من صاحبی خانواده بسیار هستم. انا مبتدا، ذو خبر برام خاطر مرفوع است. ذو مضاف، عیال مضاف الیه، کثیرین صفت عیال. بعدش میگوید ذو العلم محترمون و ذو الاموال ایضا محترمون ولكن نحن الشباب المسلمین لا نحترمهم الا اذا كانوا ينفقونها في سبيل ازدهار العلم والاسلام. میگوید که ذو العلم یعنی علمدارها، صاحبان علم، محترمون، انسانهای با احترام هستند، محترم ها هستند. و ذو الاموال ایضا محترمون، و داراهای مالدارها همچنین دارای احترام هستند، محترمون هستند، محترم هستند. ولکن ما الشباب المسلمین، جوانهای مسلمان، لا نحترمهم، احترام نمیکنیم، یعنی مالدارها را، بایها را احترام نمیکنیم، بایها را، الا مگر اینکه احترام میکنیم اذا کانو، هرگاهی که باشن همون بایها، ینفقونها، نفقه بکنن، صدقه بکنن مالهایشان را، فی سبیل ازدهار العلم، در راه ترقیات علم، در راه پیشروی علم، و الاسلامی، و در راه ترقیات اسلام و در راه پیشروی اسلام. ذو العلمی، ذو مبتدا مرفوع علامت رفع الواو لانه من الاسماء الخمسه. ذو مضاف، علمی مضاف الیه. ذو درجه مبتدا است، مرفوع چطوره گفتیم. محترمون خبری ذو مبتدا است، محترمون خبرش. و ذو الاموالی همچنین مبتدا، ایضا مفعول مطلق برای فعل محذوف، برای خاطر مفعول مطلق است، برای منصوب است. محترمون خبر ذوی دویم، ذو الاموالی مبتدا، محترمون خبرش. ولکن حرف استدراک، نحنو مبتدا، الشباب المسلمین، شبابه برای چی منصوب است؟ نحنو مبتدا باشد، الشباب المسلمین چرا منصوب است؟ این الشباب المسلمون را میگن اسلوب اختصاص، یعنی منصوب علی الاختصاصی. الشبابه میگه منصوب علی الاختصاصی، یعنی چی؟ یعنی مفعول بهی برای فعل محذوف است. این الشبابه مفعول بهی برای فعل محذوف است. خب ما این افعال اختصاص را یا اسلوب اختصاص را چی طور بشناسیم؟ افعال اختصاص بعد ضمایر می آید، نحنو، انا، هو، هم، ضمیر متکلم یا ضمیر غایب، بعد انا همین ها می آید ضمایری اسلوبی اختصاص. ببین نحنو ضمیر است، بعدش از شباب المسلمین اسلوب اختصاص آمد. پس از شبابه مفعول بهی است، فعلش چی است؟ اخص الشبابه یا اقصد الشبابه یا اعنی الشبابه، این طور است. اخص الشبابه، اخص فعل فاعل، الشبابه مفعول بهی اخص، یا اقصد الشبابه، اقصد فعل فاعل، الشبابه مفعول بهی اقصد، یا اعنی الشبابه، اعنی فعل فاعل، الشبابه مفعول بهی، المسلمین صفت شباب. دقت دارید؟ اینا میگن اسلوب اختصاص. اسلوب اختصاص منصوب میشود به فعل محذوف و واجب است این فعل حذف کنیم. جایز نیست بگویی که اخص الشبابه یا اقصد الشبابه یا اعنی الشبابه، این طور گفتن جایز نیست. واجب است که اون فعل ما حذف کنیم، این را اسلوب اختصاص قرار بدیم و مفعول به برای فعل محذوف. لا نحترمهم، احترامشون نمیکنیم. اکنون نحنو مبتدا بود، خبرش در کجا است؟ لا نحترمهم، جمله فعلی خبری نحنو است. الا مگر اینکه احترامشون میکنیم، اذا کانو، هرگاهی که باشد همون مالدارها، ينفقونها فی سبیل ازدهار العلم و الاسلامی. دقت دادید؟ دیگر اعرابای باقی موندهش آسان هست. ذو العلم محترمون و ذو الاموال ایضا محترمون ولكن نحن الشباب المسلمین لا نحترمهم الا اذا كانوا ينفقونها في سبيل ازدهار العلم والاسلام. یعنی که علمدارها محترم هستند و مالدارها همچنین محترم هستند،
ولیکن ما جوانهای مسلمان احترام نمی کنیم ویها را، یعنی مالدارها را، مگر اینکه هرگاهی که همون مالدارها نفقه بکنند مالهایشان را در راه ترقیات و پیشروی علم و در راه ترقیات و پیشروی اسلام. اگر این کار که بکنند حتما اون بایها مالدارها احترام کرده می شوند. یعنی همین طور گفته ایستاده است. میگه که نحن اولو قوت و اولو سلاح کثیر فانظر هل نحارب، یعنی ما دارای قوت هستیم و دارای سلاح هستیم، سلاح بسیار، ارژیه بسیار. فانظر، پس نگاه کن، هل نحارب، آیا می جنگیم؟ هل نحارب، آیا می جنگیم؟ نحن اولو قوت و اولو سلاح کثیر فانظر هل نحارب. اینجا علامت سوال بمونیم بهتر و خوبتر هست، زیرا که سوال است. هل نحارب، آیا می جنگیم؟ میگوید که نحن اولو قوتی، نحن مبتدا، اولو خبر، مرفوع علامت رفعه الواو لانه ملحق به جمع مذکر سالم، اولو مضاف، قوت مضاف الیه. و اولو سلاح کثیر فانظر هل نحارب، ما دارای قوت هستیم و دارای سلاح بسیار هستیم، پس نگاه کن آیا می جنگیم؟ بعدش میگوید ما هو المسجد، یعنی مسجد چی است؟ ما هو المسجد، مسجد چی است؟ المسجد هو مکان اجتماع المسلمین للصلاة، مسجد اون جای جمع شوی مسلمان ها برای نماز است. مسجد اون جای جمع شوی مسلمان ها برای نماز است. المسجد مبتدا، هو را میشه ضمیری فاصل بگیریم، مکانو خبر المسجد، مکانو مضاف، اجتماعی مضاف الیه، اجتماعی مضاف، مسلمین مضاف الیه. المسجد هو مکان اجتماع المسلمین للصلاة، یعنی مسجد اون جای جمع شوی مسلمان ها برای نماز است. بعدش میگوید فیه یعبدون الله و فیه یصلون بنظام و فیه یسمعون الخطب والمواعظ و فیه یتلقون شتى الدروس و هو اول ما بنى النبی صلی الله علیه و سلم بعد ان استقر فی المدینه. میگوید که فیه جار مجرور برمیگرده، ها ضمیر برمیگرده به مسجد، فیه جار مجرور متعلق به یعبدون، فیه یعنی در داخل همون مسجد، یعبدون عبادت میکنن الله را، و فیه و در داخل همون مسجد، یصلون نماز میگذارن بنظام با یک ترتیب معین، با یک شکل معین، و فیه و در داخل همون مسجد، یسمعون الخطب والمواعظ میشنون خطبه و موعظه را، امر معروف را، و فیه و در داخل همون مسجد، یتلقون شتى الدروس، یعنی که تقدیم میکنن، پیشکش میکنن درس های گوناگون را. شتى الدروس یعنی درس های گوناگون. اینجا شتى الدروس را همچنین میتونیم بگیم که اضافه صفت به موصوف است. اصلش الدروس الشتى یعنی درس های گوناگون. صفت شتا صفت است برای دروس، اما صفت ما گرفتیم برای موصوف مضافش کردیم، شتا مضاف، الدروسی مضاف الیه شد. یتلقون، شتا اصلا مفعول به است، یتلقون شتى الدروس یعنی تقدیم میکنن درس های گوناگون را. و هو اول ما بنى النبی صلی الله علیه و سلم، و هو و همین مسجد، اول ما بنا اولین چیزی است که بنا کرد پیغمبر صلی الله علیه و سلم بعد ان استقر فی المدینه، بعد از اونه که قرار گرفت در مدینه، بعد از اونه که پیغمبر قرار گرفت در مدینه، اولین بنیاد، اولین جایی که داخل مسجد بود، نه خانه، نه جای خواب، نه جای دمگیری، بلکه مسجد بود. پس مسجد در اسلام ارزش خاص و جایگاه خاص دارد. فیه یعبدون الله و فیه یصلون بنظام و فیه یسمعون الخطب والمواعظ و فیه یتلقون شتى الدروس و هو اول ما بنى النبی صلی الله علیه و سلم بعد ان استقر فی المدینه. در مسجد عبادت الله را میکنند و در مسجد نماز میگذارند با نظام معین،
و در وی میشنوند خطبه و موعظه و امر معروف را و در وی تقدیم میکنند، پیشکش میکنند درس‌های گوناگون را. و همون یعنی مسجد اولین چیزی است که بنا کرد پیغمبر صلی الله علیه و سلم بعد از قرار گرفتنش در مدینه. دقت دادید؟ فیه جار و مجرور متعلق به یعبدون، یعبدون فعل و فاعل، الله مفعول به، و فیه متعلق به یصلون، یصلون فعل و فاعل بنظامین جار و مجرور متعلق به یصلون. و فیه جار و مجرور متعلق به یسمعون، یسمعون فعل و فاعل، خطابه مفعول به و المواعظه عطف در جای خطابه. و فیه جار و مجرور متعلق به یتلقون، و یتلقون فعل و فاعل، شتا مفعول به مضاف، الدروسی مضاف الیه. و هو مبتدا، اولو خبر، اولو مضاف، ما موصوله مضاف الیه. بنا النبی صلی الله علیه و سلم، بنا فعل ماضی، النبی فاعل، فعل و فاعل این جمله فعلی صله ما موصوله، صله ما موصوله، صلی الله علیه و سلم این جمله اعتراضیه هست. بعد ان استقر فی المدینه، بعد ان استقر فی المدینه، بعد ظرف است. ان استقر، ان ناصبه، استقر فعل مضارع منصوب به ان، استقر فعل ماضی فاعلش ضمیر مستتر هو، فی المدینه جار و مجرور متعلق به استقر. بعد مضاف الیه برای خودش طلب میکنه. مضاف الیه بعد در کجا است؟ مضاف الیه بعد ان استقر با تعویل مصدر مضاف الیه بعده هست، بعد الاستقراری می شود. اصل کلام بعد الاستقراری فی المدینه، یعنی بعد از قرار گرفتنش یا بعد از استقراری فی المدینه، بعد از قرار گرفتنش در مدینه. بعد از این میگوید المسلم يحب المسجد و یسعى الیه و یجلس فیه بصمت و احترام، یعنی مسلمان دوست می‌دارد مسجد را و دوان می‌رود به سوی مسجد یا با شتاب می‌رود به سوی مسجد و می‌نشیند در مسجد با خاموشی و با احترام. بصمت و احترام یعنی با خاموشی و با احترام در مسجد می‌نشیند، صدا بلند نمی‌کند، نه احترامی نمی‌کند. المسلم مبتدا، يحب المسجد، يحب فعل مضارع فاعل ضمیر مستتر هو برمیگردد به مسلم، مسجد مفعول به يحب. پس المسلم يحب، يحب جمله فعلی خبری المسلم، مسلمان دوست می‌دارد مسجد را. و یسعى عطف در جای يحب و یجلس عطف در جای يحب بصمت و احترام. المسلم يحب المسجد و یسعى الیه و یجلس فیه بصمت و احترام، یعنی مسلمان دوست می‌دارد مسجد را و با شتاب می‌رود به سوی مسجد و می‌نشیند در مسجد با خاموشی و با احترام. بعد از این میگوید حملتنی امی 9 اشهر فی بطنها و ارضعتنی حلیبها و سهرت الليالي بجانبی. میگوید حملتنی امی، یعنی که برداشته است مرا مادرم، یعنی که حامله دار شده است، در شکمش نگاه داشته است مرا مادرم. 9 اشهر 9 ماه، فی بطنها در شکمش، و ارضعتنی و شیر داده است من را، حلیبها یعنی از شیرش مادر برای من شیر دادگی است. و سهرت الليالي بجانبی، و شب زنده داری کردگی از شبها را در پهلوی من، بجانبی یعنی فی جانبی، در پهلوی من، در بری من. حملتنی فعل و مفعول به، نون وقایه یا مفعول به، امی فاعل حملتنی. 9 اشهر، این 9 اشهر مفعول دوم حمله، حملتنی امی 9 اشهر، یعنی که حامله دار شده است مرا مادرم 9 ماه. 9 اشهر 9 ماه. فی بطنها یعنی در شکمش. و ارضعتنی حلیبها، ارضعتنی فعل فاعل مفعول به، این یا مفعول به اول است. حلیبه را میشه بگیم مفعول به دوم حلیبه، ارضعتنی، ارضع دوم مفعول به دومش میشه بگیم که حلیبه منصوب علی نزع الخافض، منصوب علی نزع
خافض. این طورم گفته میتوانیم شه. حلیبها، حلیبه منصوب علی نصب الخافض و مفعول به دویم اربعه، حلیبه مضاف ها مضاف الیه. و سهرت اللیالیه بجانبی، و شب زنده داری کردگی از شبها را در پهلوی من. می شود در اینجا تسعت اشهرین را تسعه را ظرف بگیریم، نایب از جای ظرف. تسعه را می شود نایب از جای ظرف بگیریم. تسعه مضاف، اشهرین مضاف الیه. پس تسعه برای چی منصوب است؟ می شود بگیم که ظرف است، نایب از جای ظرف است، برای همین خاطر منصوب است. حملتنی امی تسعت اشهر فی بطنها و ارضعتنی حلیبها و سهرت اللیالی بجانبی. یعنی برداشت مرا مادرم 9 ماه در شکمش و شیر داد مرا مادرم از شیرش، من حلیبی ها، یعنی من حلیبی ها، ببین از شیرش، یعنی که منصوب علی نصب الخافض. و شبها را زنده داری کردگی هست در پهلوی من، و شب زنده داری کردگی از شبها را بجانبی در پهلوی. بی به معنای فی، یعنی فی جانبی، یعنی در پهلوی من، در بری من. بعدش میگوید هی تحبنی تهیئ لی طعامی، یعنی وی دوست می‌دارد من را. هی تحبنی، وی دوست می‌دارد من را. تهیئ لی طعامی، آماده میکند برای من طعامم را، آماده میکند برای من طعامم را. هی تحبنی تهیئ لی طعامی، وی دوست می‌دارد من را، آماده میکند برای من طعامم را. طعامی مفعول به تهیئ هست. بعدش میگوید امی سبب وجودی ما اعظم امی و ما اجملها، یعنی که مادری من سبب بودن من است، سبب وجود من هست. ما اعظم امی، چقدر بزرگ است مادرم. و ما اجملها، و چقدر زیبا هست مادر من. و چقدر ما اجملها، چقدر زیبا است مادرم. امی مبتدا، سببو خبر امی، وجودی مضاف الیه سببو. ما اعظم امی، این اعراب شا گفتیم که اعرابای گوناگون دارد. ما را مبتدا اعظم امی را می شود خبرش بگیریم، یا ما را مایی مبهمه اعظم امی را صفت ما میگیریم خبرش محذوف، یا ما مای موصوله اعظم امی را صله مای موصوله میگیریم باز هم خبرش محذوف. و ما اجملها به مثل همین معظمه امی اعراب کرده می شود. امی مفعول به اعظمه هست، امی مفعول به اعظمه هست. بعدش میگوید اقبل یدها صباح مساء، یعنی که میبوسم، اقبلو میبوسم یدها، یعنی که دستان مادرم را، یدها دست وی را، یعنی دست مادرم را. صباح مساء یعنی همیشه. ما گفتیم که صباح مساء به معنای الدیمومه و الملازمه هست، یعنی که دائمی و همیشه. اقبل یدها صباح مساء، یعنی بوسه میکنم دست مادرم را همیشه، دائمی. پس گفتیم اقبلو فعل مضارع، متکلم فاعل و ضمیر مستتر انا، ید مفعول به، اقبلو ید مضاف، ها مضاف الیه. صباح مساء را اکنون اعرابش دا میگیم که ظرف مرکب مبنی علی فتح الجزئین فی محل نصب ظرف. دیدید؟ فی محل نصب ظرف. بعدش میگوید احب امی و اطیعها کما امر الله، یعنی دوست میدارم مادرم را و اطاعت میکنم وی را چطوری که امر کرده است الله. احب امی، دوست میدارم مادرم را، و اطیعها، اطاعت میکنم وی را، یعنی مادرم را، کما امر الله، چطوری که امر کرده است الله سبحانه و تعالی. بعدش میگوید حفظ الله امی و حفظ معها ابی و عاش فی الصحة والسلامة ما دام حیین، یعنی که حفظ کند الله سبحانه و تعالی مادرم را و حفظ کند همراه وی پدرم را و زندگی بکنن هر دویشان در صحت و سلامتی و امن و امان مادام و حیینی، تا زمانی که هر دویشان زنده هستند، تا زمانی که هر دویشان زنده هستند. حفظه فعل ماضی، الله فاعلش، امی مفعول به حفظه،
و حفظ معها ظرف مضاف مضاف الیه، ابی مفعول به حفظه، فاعل حفظه هو برمیگرده به الله. و عاشا فعل و فاعل است. عاشا فعل ماضی، این الفی که میبینید ضمیر مثنا هست. عاشا زندگی بکنن هر دویشان. فاعلی عاشا است این الف مبنی علی السکون، ضمیر متصل مبنی علی السکون فی محل رفع فاعل. فی الصحة و السلامة جار و مجرور متعلق به عاشا. ما دام حیینی، ما دام ما مایی ظرفیه مصدریه. داما از اخوات کانه هست. داما از اخوات کانه است. داما فعل ماضی، این الفی که میبینیم الف مثنا، این اسم داما هست. حیینی خبری داما. پس این ما داما همون اخوات کانه است که به شرط عمل میکرد که پیش خودش باید مای ظرفیه مصدریه بیاد. این همین مای ظرفیه مصدریه است. پس داما عمل میکند. این الفی که میبینید این الف اسم دامه است. حیینی خبری دامه هست، منصوب و علامت نصب الیا لانه مثنا. حفظ الله امی و حفظ معها ابی و عاش فی الصحة و السلامة ما دام حیینی. یعنی حفظ کند الله سبحانه و تعالی مادرم را و حفظ کند الله سبحانه و تعالی همراه مادرم پدرم را و زندگی بکنن هر دویشان در صحت و امن و امان تا زمانی که هر دویشان زنده هستند. کدامی که پدر و مادرشان زنده هستند، الله تا زمانی که زنده هستند صحت و سلامت و امن و امان در امن و امان زندگی بکنند. و کدامی که مادرشان از دنیا گذشته است به مثل بنده، دعا میکنیم الله سبحانه و تعالی مادر بنده را و مادر هر کسی که صدای بنده را میشنوید مادراتون از دنیا گذشته است، الله رحمت و مغفرت و جایهایشان را جنت پرناز و نعمت بگرداند و الله از ما و شما و از مادران ما و شما از پدران ما و شما راضی باشد. و هر کسی را که پدرش زنده هست به مثل پدر بنده الله سبحانه و تعالی حفظش کند و نگهش بدارد، همیشه دعاگو و همیشه صحت و سلامت و در امن و امان زندگی بکند و بالای سری ما فرزندانش دعاگو باشند. آمین یا رب العالمین. و کسی را که پدر و مادرشان از دنیا گذشته است الله رحمت و مغفرتشان بکند و جایهاشان جنت بگرداند. آمین یا رب العالمین. پس این هست درس 87 حوار و گفتگویش. و در اینجا درس 87 به آخر میرسانیم و هر درس کوشش میکردم که از 1 ساعت نگذرد، اما این درس هیچ امکانیتی پیدا کردن نتوانستم. باز هم بسیار چیزهایی را معلوماتهایی را باید براتون تقدیم میکردم، متاسفانه وقت کمی کرد و بعضی معلومات ها ماند. به درس های آینده انشاءالله از 1 ساعت هم درس را گذراندیم. معذرت زیاد میخوام برای درس را طولانی کردن، اما مقصد دانانیدن یا فهمانیدن یا براتون تقدیم کردن نازکی های زبان عربی است که تا اینکه زبان عربی را با این نازکی هاشون از خود بکنید و حفظ کنید و داننده قرآن و سنت گردید. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.